بیبی چخلین سازین مگروز چی؟ الله بیبی چخلین سازین نقصین سلامتیتون خوبه امام تقویم چخلین سازین تقوی سعیدن چخلین ممکن به می تلفن رقمی تقوی سعید ما بیارین یکی اگر بیارین من میخوام قطعی تقوی سعیدن قلقب زنم. بسم الله والحمد لله. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در نوار خواهری که شما میبینید در ملک عراق حضور دارد، مراجعت به بیبی و تقوی خود دارد که میخواهد با او هم صحبت شود. مقصد از اون که او رو از اینجا به تاجیکستان برند، مقصد به طرف نباشید، همین ویدیو را پهن کنید در کانال های خودتان کلاس مونه که همه ببینه. شاید بیبی یا که تقوی یا که عمه یا که خشتواری همین خواهرچه میبینه. مقصد با پسال سایخمون مراجعت کنن که ایره همونجا بگیرن با تاجیکستان بیارن. مقصد ایره پدر مادرش شاید در قید حیات نیست، والله علم نمیدونم. مقصد با همه ما مراجعت کردن که همین ویدیو را پهن کنیم و خویشاوندان همین خواهرچه یافت شوند و ایره از عراق بگیرن. این حاضر در خانه به صاحبان حضور دارد در عراق. السلام علیکم و رحمت